ببینید 700 سال پیش مهندسان کاخی تاریخی در اسپانیا چطور با استفاده از یک فواره زمان و ساعت رو نشون میدادن. حقیقتاً حیرت انگیزه. در قرن 14 میلادی در کاخ الحمرا گرانادا فواره‌ای با 12 شیر ساخته شد که هر کدوم از اونها یک فواره آب پرتاب می‌کردند تا زمان و ساعت دقیق روز رو نشون بدن. شیرها در یک توالی کنترل شده ساعت به ساعت فعال می‌شدند تا جایی که تا ظهر هر 12 تای اونها در حال فواره زدن آب بودند. بعد سیستم به طور خودکار ریست و این فرایند دوباره از ابتدا شروع می‌شد. کاسه‌ای بزرگ در مرکز فواره قرار داشت که 12 سوراخ در ارتفاعات بسیار دقیق در اون تعبیه شده بود. هر سوراخ از طریق مجموعه‌ای از لوله‌های داخلی به یکی از شیرها متصل بود. یک لوله مرکزی کاسه رو با سرعتی آهسته و ثابت پر می‌کرد و باعث می‌شد سطح آب بالا بیاد و شیرها یکی پس از دیگری فعال بشن. سوراخ‌ها به قدری دقیق محاسبه شده بودند و تأمین آب اونقدر ثابت بود که دقیقاً 1 ساعت طول می‌کشید تا آب به سوراخ بعدی برسه. بعد از 12 ساعت یک سیفون در داخل کاسه به طور طبیعی سیستم رو ریست می‌کرد. وقتی که سطح آب در داخل کاسه شروع به بالا اومدن می‌کرد، آب در داخل سیفون هم بالا می‌رفت. در این حالت هوای داخل لوله سیفون تخلیه شده و شرایط خلا سبب فعال شدن سیفون و تخلیه آب کاسه در چند ثانیه میشه. با تخلیه آب این فرایند دوباره از ابتدا شروع میشد.